رشک سببی به دریای سرخاب انداختن 4 طفل از سوی مادرشان شده است. حادثه 26 روزی پیش در ناحیه فرخار رخ داده است. حالا مدینه حلیمова مادر این 4 طفل در بازداشت قرار دارد. با گفته معاون دادستان فرخار انگیزه اصلی این فاجعه رشک بوده است. فعلا تنها نسبت به خود مدینه حلیمова پرونده جنایی باز شده است. مقامات به دلیل ادامه تحقیق معلوماتی بیشتر ندادند. حادثه شب 29 به 30 ایون در دهه قزلسوی ناحیه فرخار اتفاق افتاده است. آن شب مدینه حلیمова مادر 27 ساله 4 فرزند خردسال خود را از 3 ماه تا 5 ساله احتمالاً به نیت خودکشی به دریای سرخاب انداخته است. 4 فرزندش غرق شده جان داده اند ولی خودش زنده ماند. جسد 3 طفلش را پیدا و یکی تا حال پیدا نشده است. در شعبه کمیته حالت‌های فوق‌العاده منطقه کلاب گفتند که بنابر سبب بالا رفتن آب دریای پنج حالا جستجوی جسد را قطع کرده اند. وزیرش در که آب پنج بالا شده از اونجا دیگه در اومدن نمیشه با آب خودش چی میکنه. ای دریای سرخاب پر بچه‌ها شد گفتن تخت سنگور هم وارداشتگی بدن آوار چیزی گفتن. پس از فاجعه آوازه و فرضیه‌ها زیاد شدند. گفته میشد که مدینه حلیمова به خاطر رشک نسبت به همسر و بر اثر بحث‌های خانوادگی به این عمل دست زده است. اما خانواده قدرت‌الله شریفوف همسر مدینه حلیمова در صحبت کتبی به رادیو آزادی فرضیه بحث خانوادگی و داشتن زن دیوم را رد کردند. آنها گفتند که مدینه حلیمова مشکلات روانی داشته است و او را منتظم برای طبابت و دعاخوانی می‌برده اند و در گذشته هم یک برادرش دست به خودکشی زده بوده است. اما دادستان تصدیق کرد که سببی اساسی حادثه رشک بوده است. در صورتی که گناه او ثابت شود به مدینه حلیمova حکمی از 15 تا 25 سال زندان تهدید می‌کند.